Art is long, life is short. یعنی هنر ماندگار، زندگی هم کوتاهه. هنر چیزی هستش که توی زندگی روزمره هستش، میتونه توی خونه باشه، میتونه توی آشپزخونه باشه. آشپزخونه شیک میتونه مدل‌های مختلف باشه. اول اینکه آشپزخونه میتونه سیستم کلاسیک باشه یا سیستم مدرن باشه. سیستم کلاسیک بیشتر متریالش چوب هستش. عرضم به خدمت شما که سیستم مدرن بیشتر میتونم بگم که از مواد MDF استفاده میشه برای مدرن سازی. حالا میتونه روش روکش‌های مختلفی بیاد با جنس‌های متفاوت. این سیستمش مغزش MDF، روکشش اکریلیک هستش، بهش میگن های گلوس. هر جنس براقی رو به فوق براق. حالا میتونه این سیستم به جورای مختلف باز شه. حالا میتونه توش چه میدونم جکش به این صورت باشه، جکش از بغل باز شه. دیگه خانم خونه بهش خودش فشار نمیاره، این در رو ببره بالا بیاره پایین. سیستم برقی هستش، کار به صورت سیستم برقی. حالا میتونه دستیش هم باشه. خب این خانم خونه بیشترین تایمش رو تو طول زندگی، تو طول روز تو آشپزخونه میگذرونه. کل خانواده هیچ فرقی نداره. خب باید سیستمش یه جوری باشه، رنگامیزیش یه جوری باشه که هیچ از نظر نه عصبیش بکنه نه باعث فشار روحی بشه. که هر موقع دید رفت اونجا کار کرد یه لذت ببره از زندگی، از پخت غذا تو آشپزخونه‌شون. خب ببین الان ست کردن، بستگی داره که متریالش به چه صورت باشه یا اپلاینسش، تجهیزات آشپزخونه به چه صورت باشه که بخواد ستش کرد. حالا با سیستم کف هستش، با سیستم کاشی‌های پشت هستش، یا اگه آشپزخونه اوپن باشه با پذیرایی باید ست بشه، حالا با هر رنگی با ست خودش باید. مهم اینه که خونه رو قشنگ کنه، حالا حتی با قیمت پایین. طراحیش خوب باشه که دیزاین خونه رو تغییر بده، همین که قیمتش هم مناسب باشه نسبت به حالا هزینه‌ای که هر کسی بخواد براش. آشپزخونه‌های جدید سیستم‌های توکار هستش که کار میشه برای دیزاینی که بخواد آدم با دیدنش لذت ببره. یکی گازهای توکار هستش که حالا این یه مدل کشیده هستش. تجهیزاتی مثل ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی که داخل آشپزخونه کار میشه، یخچال هستش که دیگه اون نما رو نداره. حالا هر کی به سلیقه خودش، یکی دوست داره اون نما دیده بشه تو آشپزخونه‌ش، یکی نه دوست نداره یخچالش دیده شه، ماشین لباسشویی یا ماشین ظرفشویی دیده بشه. آشپزخونه کلاسیک که در موردش صحبت می‌کردیم، این آشپزخونه هستش که میتونم بگم که خب بیشتر با سیستم‌های ویلایی کار میشه. حالا میشه شما توی یه خونه یا آپارتمان در واقع چیزای ساده‌تری کار کنی، ولی تو انتخاب تجهیزات و لوازمش ست‌بندی لوازم یه جوری باشه که آشپزخونه خوب نشون بده. کلاسیک در واقع کاری که تمام کار دست روی چوب هستش. من توصیه‌ای که دارم به خانوم‌ها
ارزم بخواد خانواده‌هایی که میخوان آشپزخونه یا سیستم خونه‌شون رو ست کنن میتونن با کمترین هزینه ارزم به خدمت شما که زیباترین آشپزخونه رو تو منزلشون داشته باشن. آشپزخونه منزل میگن آخه کوزه‌گر از کوزه شکسته آب می‌ده، ولی آشپزخونه منزل ما مدرن هستش. کلاس یه مدل هزینه‌اش خب بالاست. Art is long, life is short. یعنی هنر ماندگار، زندگی هم کوتاهه. Art is long, life is short. یعنی هنر ماندگار، زندگی هم کوتاهه. هنر چیزی هستش که توی زندگی روزمره هستش. میتونه توی خونه باشه، میتونه توی آشپزخونه باشه. آشپزخونه‌های جدید سیستم‌های توکار هستش که کار میشه برای دیزاینی که بخواد آدم با دیدنش لذت ببره. امتیازهای